ما این میهن رو آزادش خواهیم کرد. این پیمان از ما. آزادش خواهیم کرد و هیچ تردیدی درش نیست. ما اراده کردیم ایرانی آزادش کنیم. کاری هست آسید رضا دیبا و نمیدونم سازگارا و غوریزاده و نمیدونم همه اون منحرفین سیاسی نداریم. ملت ایران یک بار باید بدونه که فرصتی پیش آمده ریشه‌ای خودش رو نجات بده. ما ایرانیم. من به دولت فخیم انگلستان، به آقای جورج بوش، به همه اعلام میکنم ما ایرانیم. ما از شما تاریخ، فرهنگ، ادب، انسانیتمون از همه شما بالاتره. سرمایه ما هم از شما بالاتره. شما با 1000 میلیون آسید رضا دیبا ما اجازه نخواهیم داد تا به درون میهن ما بگذارید. میهن باید ایرانی آزاد بشه. 1400 سال بردگی فکری داشتیم، یک بار باید برای همیشه پاک، صاف، شسته ایرانی با فرهنگ، کنش، منش انسانی ایرانی میهنمون رو آزاد بکنیم و این کار رو خواهیم کرد. و من از راه دور بزرگترین توف ممکن رو به سیمای کریه آسید رضا دیبا با اون بیانیه ننگینش پیرامون رفراندوم که خود این منحوس رو اولین بار مأمور کردن راجبه رفراندوم حرف بزنه، من بزرگترین اون توفهای دنیا رو به سیمای این چهره کریه تاریخ پرتاب میکنم. این شبه آدمیزاد دیلاق اما ریغو. با بچه‌هایی از داخل کشور امروز صحبت میکردم. گفتم خیلی خوب، شما که از این رفراندوم بدتون میاد، آیا داخل کشور هم خبریه؟ گفت نه به خدا آقا، اینجا هیچ چیزی نیست، هیچ تشویشی دیگه برای این آسید رضا دیبا، هیچ چه میدونم تری به ریش آسید رضا دیبا خورد نمیکنه که بخوان راجع به رفراندوم صحبت بکنن. این خواب و خیال بیگانه هاست. ایران به تاریخ خودش بازگشت داده خواهد شد.